مهمون این اپیزود خاله محسن. من خاله محسن و سریال اولین اولین برخورد. آره بریم پلی بدیم اپیزود اول. خب خاله محسن چی برامون پختی؟ اول از همه خاله محسن رو داریم میبینیم که طبق روتین هر روزش داره ماچا نباتشو با گز میخوره. هی چته بابا ریدی تو لباسم، جلو تو نگاه. هی کیر بابا کیر. ادب داشته باش، این چه طرز صحبت کردن با یه خانومه؟ راست میگه دیگه، ادب داشته باش دیوس. ادب داشتم، فروختم، ماشین خریدم، جا کتاب خوندن راه رفت. هوشه واسه من لاتی پر نکنه گی پدر. تو نهایت ضربه‌ای که تو زندگیت خورده باشی اسفنگ بوده از بکن از شوگر ددیت. یاد بگیر. ببین بچه خوشگل، من خودم بچه پایینم، اما با من اینجوری حرف نزن وگرنه 2 تا بهت فرو میکنم. دخیله مشخصه بچه کرج اوشاخلاری. با تو اصلا خانم من معذرت میخوام، شما بفرمایید حلش میکنم. بفرمایید شما. چته بابا کافر ریختم. چرا بابا دایی کیرم تو سوراخ صورتیت. بابا پیغمبر، بابا اسطوره، بابا الگو. الان مثلا فاز پیغمبری برداشتی برای ما، تازه داشتیم لذت میبردیم. بابا بزن این کسخلا با هم دعوا کنن یه ذره بخندیم لذت ببریم. اول داد و بیداد میکنی؟ بابا من نمیبینی ریده تو لباسم؟ الان با یه دختره دیگه قرار دارم یه رب دیگه میاد. یه تیشرت دیگه بیا من یه تیشرتت میدم. آخه تو سایزت به من میخوره؟ واجی دخترم پولدار، جلوش زایه است این لباسو تنم کنم. خاک بر سرت داداش، تو کی میخوای از این حول بازت دست برداری؟ برو چای تو دم کن تو بابا. بابا چرا به بچه میرینی؟ اوخیدهی کون دلق طلوق. دختره کرجی رید در پیکرت گذاشت کست بیبیت. الان باید عقده‌شو بیای سر پیغمبر خالی کنی. خدا رو خوش نمیاد، الله وکیلی. اینم اومد یا رضا. سلام قند از من، چرا انقدر دیر اومدی؟ ترافیک بود. ترافیک آره. چند خانوم معلوم نیست زیر کی بوده، حالا بین خودمون باشه، معلوم نیست زیر کی بوده. آره ترافیک باشه، ما باور کردیم اصلا هیچ اشکال نداره. بریم ادامه داستان. جالب شد. آخ من قربونت برم که تو ترافیک گیر کرده بودی. چی میخوری سفارش بدم؟ چی میخوری؟ کیر بابا کیر. سفارش بدم. یه موکا لباسه چرا کثیف شده؟ هیچی بابا، این دختره داشت رد میشد دست و بالش خود قهوه ریخت رو لباسم. چرا یه دختر باید بخوره به تو؟ حتما یه تیکه چیزی بهش انداختی که قهوه ریخته رود دیگه. بابا چه تیکه ای انداختم؟ مگه من اصلا از این اخلاقا دارم؟ میخوای برو از خودش بپرس. میپرسم. برو بپرس. اوه دختره حاجی چه سلیته، چه سگیه. خاله محسن همین دختر، همین عذاب الهی واسط بسته. من دیگه به تو دیسته میدم. همین دختره وقتی ویدیو تموم میشه کون دارت میزنه همین پشت صحنه. من اصلا دیگه کار به کار نرم. عزیزم ببخشید شما قهوه ریختی رو اون آقا؟ پایان اپیزود اول رو تبریک میگم. حالا پندی که از اپیزود اول میگیریم چیه؟ من اگه جای خاله محسن بودم بین این دختر کرجیه و این چند خانوم ور رو انتخاب میکردم. بله. دستت خورد یا تیکه انداخت قهوه رو ریختی روش؟ یه تیکه بهم انداخت، منم زدم قهوه رو ریختم. لبخند رو دیدید داستان؟ لبخند. مرسی. یا خدا، یا ابوالفضل، یا لبخندی که در تصویر میبینید یا همون لبخند کت خری نام داره. این لبخند در ظاهر به معنای مرسی عشقم I love you babe، ولی در باطن یعنی کس زن داییت. دیوس خاک بر سر حولت کنن دیگه، شمارت رو گوشیم نبینم. وایسا ببینم آخه چی شده اصلا من کاری نکردم که.
چی گفتی بهش رفت؟ خاله حسین اینجا رو کیر شدی یا نه؟ نه تو چشمات میخوام ببینم کیر شدی یا نه؟ دولم خنک شد. با تو هم میگم چی بهش گفتی رفت؟ خوش حیوان آروم باش. چته؟ گفت تو قهوه رو ریختی روش؟ گفتم آره. گفت به تیکه انداخت؟ گفتم آره. قشنگ دختره کرجی مشخصه، تو کونش در حال عروسیه. حالا عروسی هم حالا شاید نه، یه حنابندونی یه مراسمی تو کونش در حال برگزاری. این قشنگ مشخص قابل احترامه. من کی به توی بنجل تیکه انداختم پول خور؟ اینجوری گفتم که یاد بگیری دفعه بعد چجوری با این خانم حرف بزنی. بچه خوشگل الان برو داری تایم مطالعه خانم مختل میکنی. خب درست کتاب تایم مطالعه‌تون مخدوش نشه. وای مامان جون کتابم خیس شد. آخه گی پدر گیرم تو اولات آبروی هرچی گیه رو بردی که با این حرکت تخمی تخیلید نامرد. LGBT ها الان دیگه از تو دور شدن. گاوی تو چقدر؟ من الان چجوری این کتابو دوباره بخرم؟ کلی پول این کتابو داده بودم. یه شماره است. برو کنار بذار رد شم. بودو ببینم بابا اینجا وای نستا، من این چیزا رو بر نمیداره. یه کاری میکنم تا خونتون پرانتزی را بری. بودو ببینم. یکی این اسطوره رو برق بکشه. ناموسن انم گرفت، خدا شاهده، الله وکیلی انم گرفت. بابا اینقدر تو ماچای این بشر شیر تریاک نریزید، خدا شاید فاز بروسلی برداشته. ببین داداش، ببین دایی، ما تو گوش کسایی زدیم که تا زنگ در خونه شونم تو کونت نمیتونی بکنی. بیر کنار دا بیر کسنده والا. باز تویی که خودم از پسش برمی اومدم، لازم نبود تو دخالت کنی. من اگه میدونستم تویی که اصلا جلو نمی اومدم. خب الان برای چی وایستادی؟ برو دیگه. چقدر پر روی تو. آقا یه دقیقه داداش، یه سوال، ناموسن چند بده بزنیم، از پشت چند قیمت میخوام، فقط قیمت رو برام کامنت کنیم. بچه پر روی دقیقه بیا اینجا. تو کار داری تو بیا. حاجی بزنم دندون مندوناش بریزه تو دهنشو. ای خاله محسن هانی مردونه دوست داری؟ سخت BDSM کمربند رو ببندم دور گردنت. آره بابا بد موقع است، ماشین پیدا نمیشه، بیا سوار شو من میرسونمت. مسافر کشی هم میکنی؟ اگه مسافرش دهنشو ببنده آره میرسونمت. بیا بابا آخه بدرد نخور، تو که بچه لات نیستی، تو دکور لاتی. به مولا اگه اینجا بودی پارت میکردمت. بفرست براش. خب همینجا وایسا، بقیه‌شو خودم. خب میذاشی تا در خونه برسونمت دیگه. نه دیگه اینجا محله کوچیک حرف در میارن. بگو شننم برسه شهر بشه. هرجور سلام میدونی. آقا بابا دودول این پسر جقیه است، از تو ویدیو آروم سری رد میشه میره. این تو مغزت خاله محسن با این سناریوهایی که مینویسی ناموسن گس خاله. دستم درد نکنه رسوندمه. وظیفت بود. این چقدر پرروه. این چیه؟ این همون کتابیه که دیشب تو ماشین جا گذاشتی دیگه. اونو که یه الاغی چای ریخ رو. هوی نناب کرداز خواهیم تو کاربرات این SLX اجاره رنتید داره. ببین آقا یعنی تو چه کسکش گدایی هستی، دلت نیومد یه جلد کتاب 50 تومانی دیگه بگیری؟ دیوز همونو برگردوندی آوردی دادی به طرف. با تو مثل آدم نمیتونی حرف بزنی، زبونت چقدر نیش داره. خب نو خریدم برات. ببین خاله محسن، اوس عمه جنت خندیدی ها، یعنی اوسش خندیدی. بابا هنوز قطرات آبجقت روش مونده، کتاب پف کرده قطرش شده اندازه کس خر. نامرد چرا انقدر کس شعر میگی؟
یعنی خار همه تونو گاییدم. از این کارا هم بلدی؟ یاد میگیرم. چی شد؟ تو رو خدا کمک کنین. وای هیچی نشده دوستان، هیچی نشده. همگی به اعصاب خودتون مسلط باشید. خاله محسن فقط به خاطر جغهای متعدد و مکررش فشارش افتاد رو دستم. محسن آروم بخواب، داداش میخواد بیاد بهت یه آمپول گوشی بزنه، شارچی فشارت بیاد سر جاش. ریلکس کن، شل کن، عضلات پشتو شل کن. چی شد؟ تو رو خدا کمک هی کنین. لولگاز، هی نگرانم شدی؟ استغفرالله. من هی میخوام به محسن نناب کیردوز فوش ندم، نمیذارم. نگرانم شدی؟ خیلی نفهمی واقعا این چه کار مسخره ای بود؟ خواستم تست کنم ببینم تو هم خوشت اومده یا نه. یعنی چی؟ نمیفهمم. یعنی این اولاغه از تو خیلی خوشش اومده. اولاغ. سلام اولاغ عزیز، سوراخ خونه چطوره؟ خوب و خوش و سلامتی؟ قیمتا چطوره؟ خندیدین کس سمک. وای چه کاپل نازی، پشمای خوایم سیخ شد. خاله محسن همین بلالو میبینی؟ همین دوتا بلالو میبینی؟ چقدر کلفت و گوشتیه. همین از پخی تو سوراخ بلالو بزن عشق کنا. میگم چی شد یا عاشقم شدی؟ نه چی گفت من عاشق نه شدم؟ خاله یعنی محسن تو عاشق منی؟ این معلومه که سن عاشق کمش نیستم. خیلی خوب میخوره. خوش من دیوونتم، روانیتم، خلتم. من خلتم. دیدید دوستان نکته ظریفه. من از اول میدونستم این خاله محسن کس خاله. من میدونستم این کسش خاله. شما میگید نه؟ منم. چی؟ گفتم منم. تو هم چی؟ منم عاشقتم. جدی میگی؟ حاجی مخ زدم آره؟ امشب شب محتابه. آره محسن داداش، تو مخ دختر مردم رو زدی. منم قصد دارم بابت این فیلم سوپرهای کس و شعری که میسازی بیام ننه تو از تخت بدزدم، نقشه ننه خاله محسن رو بدزدیم بین خودمون بمونه. حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. مراقب خودت باشی یا؟ فقط یه چیزی. جان چی؟ من شوهر دارم. شوهر؟ جانم بنازم. یعنی خدایا اینجوری که این خاله محسن گیر خورد انشالله هیچ نخوره. یعنی خاله محسن اینجوری که گیر خورد خاله الکسیس بزرگم تو زندگیش اصلا غلط بکنه بتونه بخوره. دیدم ولم کنی بری. معلومه که ولت میکنم. خجالت بکش بابا. پیش خودت چی فکر کردی؟ گفتی میام پسره رو عاشق خودم میکنم، بعدش هم این خره بهش میگم شوهر دارم میمونه. گم شو پایین. غیر از این رفتار میکردی قیدتو میزدم. خفه شو بابا، برو پایین. شوهر ندارم. اینجوری گفتم که مطمئن شم منو به خاطر خودم میخوای نه چیز دیگه ای. بابا تو خیلی گاوی به قرآن. برو پایین بابا، برو خونتون. باقا این چه حرکتی بود؟ این چی کار کردی با خاله محسن که اصلا افسردگی گرفت؟ بچه داره ناله میکنه. حالا اشکال نداره. خاله محسن یه پیشنهاد خوب برات دارم. دوست داری کون طرف بسوزه؟ تو هم باید شوهر کنی. حالا یه کیس خوبم برات سراغ دارم، شاید باورت نشه ولی خودم صدای ناله ها تو موقع گاییدن سوراخ دوست دارم. دیوونه. بذار ببینی این پسره کی هر شب میرسونته؟ به تو چه؟ مفتشی؟ نمیذارم یه بچه جیگول تو رو از من بگیرد. بچه ژیگول؟ جفتتون رو هم چند قیمت؟ فقط به من قیمت بدهید. بابا شما با هم دیگه رو هم باید برید دبی فقط مستقل شید.
کس جوک باحالی بود. نه من فقط کونه این دوتا میذارم. چی داری میگی تو؟ چیه منی تو اصلا؟ چند بار باید بگم نمیخوامت بی خیال من شی؟ آیلی میفهمی دوستت دارم؟ چه خبره اینجا؟ محسن تو مگه نرفته بودی؟ خدا آقا پیدا شد، خبرهای خوبی نیست. تو چی کار داری هر شب با نامزد من؟ چی میگه این آیلین؟ نامزد چیه؟ تو زر میزنی. نامزد چیه منی تو آخه؟ یه چند دقیقه وایسی تکلیفت مشخص میشه. پس تو ماشین بهم گفتی شوهر دارم، الکی نگفتی. خاک تو سرت کنم. محسن بابا به خدا داره دروغ میگه. اون پسر همسایه‌مونه، منو میخواد، من نمیخوامش، اینجوری داره اذیتم میکنه. با تو دارم حرف میزنم. آقا من یک بسته پیشنهادی عالی براتون دارم. دختر کرجی برای خودتون 3 تومن بالاش میدم، محسنو میگیرم. چه حرفی داری با من بزنی؟ من همه چی رو با چشای خودم دیدم. تو آدمی میای با احساسات من بازی میکنی؟ یعنی حرف منو باور نمیکنی؟ میگم داره دروغ میگه. من حرف دروغو نمیتونم باور کنم. دیگه دنبال من نیایا. فقط لاف عاشقی بلدی؟ از اولم میخواستی بری، دنبال بهونه بودی. بچه پر روی بیشور. ولی رفتی دیگه بر نگردی ها. خاله محسن کجا فرار میکنی؟ بابا فیلمه دیگه. ناموسن مثل دوست دختر ما داشتیم باش چت میکردیم، گفتیم حالا از عقب، گفت نه من دردم میگیره، بلاک کرد رفت. الانم داستان خاله محسن ما. بابا فیلم سوپرای خودت، سناریوشو خودت میدی، ولی جدی فرار نکن بابا. چو الکیه محسن داداش، زمان ما مثل زمان شما بکن در روی آنتن نمیداد. یعنی اگه تو میرفتی سراغ یه نفر میزدی، یا باید دخترها رو میگرفتی یا کل خاندانش یه دور میکردنت. دروغ چرا؟ راستت بزنیم چی شد؟ محسن شهید دوستان، محسن شهید. امام جمعه مشهد، زمینه ظهور آقا امام زمان شهادت است. همه باید با تمام وجود وارد میدان ها بشیم و شهید بشویم. نه آقا، یعنی من یه سوال دارم پیش من. الان شهادت محسن باعث تعجیل در ظهور آقا امام زمان عجل تعالی فرجه شریف میشه یا نه؟ دوست دارم نظرات قشنگتون رو برام کامنت کنید بخونم. اشغال همتون رو دوست دارم. اینجا هم چنل میکائیله. مرسی بابت اینکه ویدیو رو از نزدیک و تا انتها دیدید. شنبولتون رو بخورم. خدا نگهدار.